که کریستال بال مارکت بروکریه که جدیدن اومده و امکانات به سایتش امکانات بسیار خوبی داره و خدمت شما عرض کنم که میتونید تو این سایت ثبت نام کنید و یکی از امکانات خوبی که داره، شما وقتی که ثبت نام کردید روی این سه تا نقطه که بزنید، سه تا نقطه بالا سمت راست، بعد میان اینجا روی کلید ریسورس میزنید، میید پایین رو میزنید earn free reward، یکی مانده با آخر earn free reward روی میزنید و اینجا میایید، اینجا به شما پاداش بدون سپرده‌گذاری میده. یک سری کارهای رو انجام میدید تا حدود $300 به شما پاداش بدون سپرده میده. یک سری کارهای رو باید انجام بدی، اون کارها رو که انجام دادی خدمت شما عرض کنم که این پاداش بدون سپرده به شما تعلق میگیره که میتونیم باهاش معامله کنیم و سودش رو برداریم. حداقل بردارش $50 و اینجا هم که کارهایی که خاصه مثلا فالو کردن اونها توی توییتر و فیسبوک و غیره، یا مثلا نصب اپ اونها، یا اینکه خدمت شما عرض کنم که بیای و یک کامنت بذاری تو گوگل پلی، مثلا $15 بهت میده و همینطوری فعالیت ها رو تا آخر انجام میدی. کارت که انجام شد، تمام شد، از هر فعالیت اسکرین شات میگیری و اینجا روی علامت نامه که اینجا هست میزنی و با همون ایمیلی که ثبت نام کردی، با همون ایمیل اسکرین شات ها رو در واقع به تیم پشتیبانی ارسال میکنی. بله، تریدر ساپورت اند دیولپمنت، اینجا تیم پشتیبانی. اینم ایمیلی که شما باش ثبت نام کردی، با همین اسکرین شات ها براش میفرستی، بعد از چند روز براتون اون پاداش بدون سپرده رو واریز میکنه. موفق و مایت باشید. که کریستال بال مارکت بروکریه که جدیدن اومده و امکانات به سایتش امکانات بسیار خوبی داره و خدمت شما عرض کنم که میتونید تو این سایت ثبت نام کنید و یکی از امکانات خوبی که داره، شما وقتی که ثبت نام کردید روی این سه تا نقطه که بزنید، سه تا نقطه بالا سمت راست، بعد میان اینجا روی کلید ریسورس میزنید، میید پایین رو میزنید earn free reward، یکی مانده با آخر earn free reward روی میزنید و اینجا میایید، اینجا به شما پاداش بدون سپرده‌گذاری میده. یک سری کارهای رو انجام میدید تا حدود $300 به شما پاداش بدون سپرده میده. یک سری کارهای رو باید انجام بدی